سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام یه سس کاراملی بسیار خوشمزه بهتون آموزش بدم که بسیار عالیه و برای فیلینگاتون و دسراتون میتونید استفاده کنید. مواد لازم برای این سسمون نیاز داریم به شکر دانه‌ریز. دوستان گلم، اگر دیدین شکر دانه‌ریز درشته، شما میتونید یک بار شکرتون رو آسیاب بکنید و برای این سستون استفاده کنید. شکر 1 لیوان، کره 70 گرم. حتما کره رو در ظرف جداگانه گرم کنید و نیاز داریم برای این سسمون. خامه صبحانه 100 گرم نیاز داریم. این خامه هم حتما باید در ظرف جداگانه گرم شه. دوستان یه نکته بسیار مهمی که میخوام اشاره کنم، تابعی که میخوام استفاده کنیم برای سس کارامینو حتما باید یه تابع نشست باشه و یا استیل باشه که بتونیم یه سس کاراملی بسیار خوشمزه درست کنیم. بریم برای درست کردن سس کاراملیمون. تابع روی حرارت متوسط گاز قرار میدیم. شکر رو در 2 مرحله در داخل تابع میریزیم. سعی کنید هنگام ریختن شکر در داخل تابمون کف تابمون کاملا شکر پوشانده شده باشه. دوستان گلم، برای اینکه کاملا ته تابمون رو کاملا شکر پوشانده و یه دست بشه، یه لحظه تابمون رو تکون میدیم و میذاریم روی حرارت. دوستان گلم، یک نکته بسیار مهمی که برای سس کاراملی باید اشاره کنم، وسیله که برای هم زدن این سس رو نیاز داریم لیسکه که برای این کار بسیار باید خوب و با کیفیت استفاده کنیم. دوستان گلم، برای درست کردن این سسمون حتما سعی کنید کنار گاز باشین و این شکره که آب میشه حالت دوده یا حالت تیری به ما نده. شکرم که میبینید در حال آب شدنه و کم کم داره آب میشه و ما بقیه شکر رو که داشتیم و روی شکر که از قبل آب شده میریزیم. دوستان گلم، برای آب شدن شکر به هیچ عنوان حرارت گاز رو کم و زیاد نکنید. با همون حرارت متوسط که در اول شروع کارمون گفتم قرار بدیم و بذاریم شکرمون کاملا آب بشه. تا شکرمون آب نشده به هیچ عنوان هم نزنید. گلم، میبینی که اطراف شکر میبینی که حالت آب شدنه و در اینجا میتونی با لیسر مابقی شکر رو با شکرهای حل شده هم بزنید. دوستان گلم، کاملا شکرمون رو حل کردیم. اگر دوست داشتین حالت تیرگی داشته باشه میتونی یه مقدار روی حرارت قرار بدید و هم بزنید و اون حالت طعم سوختگی که دوست دارین به دست بیارین. کاملا شکرمون حل شد. میایم ما بقیه موادی که داشتیم برای سس کاراملیمو بهش اضافه میکنیم. برای اضافه کردن کره حتما سعی کنید تابمون رو از روی حرارت برداریم و سریع کره رو به شکرمون آب شدهمون اضافه میکنیم و سریع هم میزنیم. کره آب شدهمون به موادمون اضافه میکنیم و سریع هم میزنیم. سعی کنید هنگام هم زدن کره با شکر این کار رو حتما سریع انجام بدین تا کاملا حالت کره و شکر رو ترکیب بسیار خوبی داده بشه. بعد از اینکه ترکیب کره و شکر خوب با هم مخلوط کردیم، خامه صبحانه‌ای که از قبل گرم کردیم رو به موادمون اضافه میکنیم و سریع هم میزنیم که کاملا تمام مواد یک دست و یک نواخت بشه. وقتی که همه مواد رو با هم ترکیب کردیم به مدت 5 دقیقه روی حرارت متوسط گاز قرار میدیم و یه همین میزنیم که کاملا یه سس کاراملی بسیار صاف و دستی داشته باشیم. هم باید سسمون حالت غلیظت خوبی داشته باشه و اون سس کاراملی بسیار لطیفی داشته باشیم. دوستان گلم، اگر میخواین یه سس کاراملی بسیار صاف و یه دستی داشته باشین میتونی سس کاراملیتون از صافی عبور بدین و یه سس بسیار لطیفی داشته باشین.
دوستان گلن، کاملا سسی که میخواستیم کاملا آماده است برای سرو کردن. داخل ظرف مورد نظر میریزیم و میذاریم کاملا خنک بشه و برای دیزاین کیک هامون و شیرینی و پلینگ هامون میتونیم استفاده کنیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. نوش جونتون.